سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ. ښه راغلاست درته وایم. په دې هیله یم چې تاسو به تر دې دمه پورې راسره ملتیا کړې وي. مخکې مو یاده وکړله که څه هم په لومړۍ برخه کې مو مقصودي صاحب راوختی و، نه پوهېږم چې ولې داسې ناوخته راورسېده، خو بیا پوښتنه ترې نه وکړو. اوس رارسېدلی دی او غواړو چې پر همدې موضوع چې مخکې مو یاده کړې وه، پر قهر، غضب، غوسې باندې خبرې وکړو چې ولې انسان دومره زر قهر کېږي او د دې علت څه دی. ځینې کسان دي چې ډېر ژر قهر کېږي. مقصودي صاحب ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه. ډېره مننه نظري صاحب. سلامونه تاسو ته، د تلویزیون درنو لیدونکو ته او کارکوونکو ته او ستاسو همکارو ته. خدای دې وکړي یو خوشحاله سهار مو پیل کړی وي. اول خو ډېره زیاته بښنه غواړم له تاسو نه او لیدونکو نه چې ناوخته شو، ځکه تاسو ته معلومه ده د لارې هم ستونزې لري، بیروبار وی رهبندان وی. بسیار زیاد خوش آمدین آقای مقصودی. آقای مقصودی میشه که اول در ابتدا بگوین که از نگاه روانشناسی اشخاصی که زود عصبانی میشن، زود قهر میشن، و اونا چی گفته میشه و اونا واقعا تکلیف دارن یا خیر؟ خب به نام یاد خدا، از لحاظ روانشناسی هم ما میتونیم قهر و غضب و اینا را تشریح کنیم، اما اولتر از همه ما میخوایم از لحاظ دین مقدس اسلام ما درباره از این بحث کنیم. از لحاظ دین مقدس اسلام، علمای دین اسلام قهر و غضب و غصه و اینا را یکی از نعمتهای الهی میدانند، به خاطر از اینکه همیشه قهر بد نیست، همیشه قهر یک چیز منفی نیست، همیشه قهر یک چیز نیست که بر انسان مشکلات به بار بیاره. بر علاوه از اینکه علمای اسلام در این حال قهر نکوهش هم میکنن، اما میگویند که قهر در بعض اوقات، مثلا این قهر میگه یک چیز است که برای بقای انسان و برای بقای جامعه و برای بقای مقدسات اسلامی و بخش های دیگر زندگی انسان کمک میکنه تا انسان بتونه با اونا کنار بیه. همیشه نمیشه انسان بگویه که من هیچ وقت قهر نمیشم و همیشه باید راحت باشم. امکان هم نداره که در هر حالت ما راحت باشیم و قهر نشیم، زندگی پیش نمیره. اما میایم از لحاظ روانشناسی، افراد این یک هیجان است، یک احساس است که تمام انسان ها داره و این احساس و این هیجان غیر قابل پیش بینی است، دفعتا واقع میشه، انسان ها با این روبرو میشه. درست از یک لحاظ این افراد از لحاظ روانشناسی ما افراد مریض میگیم، کسایی که بیشتر قهر میشن، نه تمامشان، کسایی که از حد زیادتر قهر میشن. بله. ما از لحاظ روانشناسی شما نخواد هیچ روانشناسی را پیدا کنین که اونا بگوین شما قهر نشین. تمامشان میگن خب قهر یک چیز است، فطرتا انسان می داشته باشه، اینا را نباید بگوییم که نباشه. از سه طریق ما میتونیم بگوییم که سه بخش داره قهر و غضب و اینا که انسان ها با او روبرو میشن. بعضی از افراد این قهر سرکوب میکنه، کاملا قهر خود یعنی در خود فرو میبره، برای نمایان نمیکنه او قهر خود، اما بعدا باز خود میخوره و یک قسم مشکلات به خود وجود میاره. نکته دومی است افراد هستند که این قهر نمایان میکنه و ابراز میکنه به یک شکل، یک چیز میشکنانه و یک کار دیگر انجام میده، که اینا بخش دومش است. بخش سوم افراد هستند که کاملا در مقابل از این خشم ها مدیریت میکنه این خشم خود. خب بهترین از اینها کسایی هستند که خشم خود مدیریت کنن و بدترین از اینها کسایی هستند که خشم خود در خود فرو میبره، چون فرو بردن خشم در خود سبب مشکلات بسیار زیاد میشه، مثلا اضطراب به وجود میاره، استرس به وجود میاره و افسردگی را به وجود میاره، التا الزایمر و ضعف حافظه را به وجود میاره، بسیاری حتی از لحاظ جسمی روی انسان خراب میکنه، جلد انسان خراب میکنه، بسیاری از مشکلات زیادی رو به بار میاره. پس ما میخوایم به دوستای عزیزی را بگویم که وقتی قهر میشین کوشش کنین قهر خود مدیریت کنین به جای از اینکه قهر خود در خود فرو ببرین، چون بدترین چیزایی را که به بار میاره، بدترین مشکلات را که به بار میاره او همی است که ما قهر خود مدیریت نتانیم و قهر خود در خود فرو ببریم. یعنی قهر بکنین، برای کسی ضرر نرسونین، هر اندازه‌ای که میتونین چیغ بزنین تا اینکه جلدتان خراب نشه، مشکل دیگه براتون پیدا نشه. درست؟ از این به بعد دختر خانم‌ها بیشتر این کارا میکنن. در کل افرادی که قهر خود ابراز میکنن
اونا مدیریت نمیتونن قهر خود. مثلا فکر کنین خدا نخواسته نظری صد فعلا قار میشه و این چاینک همش کنن دایرکت. خب یک شیوه ابراز قهر است که اینا مدیریت نتونستن نیره. اما در کل ما روبرو میشیم با چنین افکار و با چنین احساسات و با چنین هیجانات. باید اینا را کنترل کنیم، مدیریت بتانیم، یعنی به شکل مدیریت کنیم. حتی روانشناسا میگن که شما وقتی در خانه اسباب کهنه دارین او را کوشش نکنین مستقیم از بین ببرین و اوسو کنین، کوشش کنین او را در خانه نگاه کنین. وقتی که به می شکل یک موضوع میشه کوشش کنین سر زنمو قهر خود خالی کنین، نه اینکه در خود فرو ببرین. اکثر افراد میگن که خب ما در مقابل از اینا چیز نمیگم، در خود فرو بعدن میره در پشت از اونا غیبت میکنه و در دل خود میگیره تمام چیزا که باز مشکلات زیادی را به بار میره. و متاسفانه این دو شیوه در جامعه ما بسیار تطبیق میشه و شیوهی که مهم است اونها تطبیق. یعنی کسایی دیگه که در پهلوی هستن، فرض مثال کسی هستن همکارایشان هستن، وقتی یک کسی قهر میشن باید گذشت داشته باشه براشون، باید براشون وقت براشون، یعنی بفهمه که آدم قهر هستن خیره حالی نمیفهمه، پسانتر باز میفهمه، اما این گذشت باید داشته باشه. یعنی اون کسایی هستن که میگه در قهر باید زود تصمیم گرفته نشه. دقیقاً، چون موقعی که انسان قهر میشه در او حالت تصمیم گیری کاملا غلط است. چون ما شما جملات بسیار خوبی داریم از حکیم دانا، اونا میگن که در موقع خشم و در موقع بسیار خوشحالی کوشش نکنین تصمیم بگیرین، چون اکثر این تصامیم باز مشکلات را به بار میاره. چون در او حالت ذهن انسان آماده از این است که تو تصمیم بگیری، چون تصمیم مگه میگیری بر اساس امو هیجانات خود میگیری، بر اساس از اونمو یعنی احساس بدی که داری بر اساس از اونمو میگیری. پس این مشکلات معمولا مشکلات را به بار میاره. استاد در کدام سنین بیشتر این عصبانیت در انسان با وجود میاد؟ اصلا این عصبانیت یعنی یکی عصبانیت افراط است و یکی تفریط است. افراط هم اگر میشه او از دوران طفولیت معمولا انسان خاصیت از این داره که اینا از دیگرها تقلید میکنن، خصوصا اعضای خانواده. شما ببینین متوجه شده باشین معمولا خانواده هایی که بسیار پرخاشگر هستند، بسیار زود قهر میشن، اولادای از اونا هم این چیز به بار میاد. چرا؟ چون اونا تقلید میکنن از اینا. پس از طفولیت این مربوط خانواده و محیطی که انسان در زندگی میکنه میشه که چطور میتونه یعنی این اطفال خود به قسم رشد بده تا اونا بتونن قهر خود مدیریت کنن. و این سن خاص نداره، از طفولیت تا بزرگسالی تمام ابعاد زندگی را در بر میگیره. در هر سن ممکن است که در کدام سن میتونه قهر خود مدیریت بکنه؟ خب قسمی که بیشتر اشاره داشتم که از طفولیت اگر ما آگاهی درباره اسرار خشم و قهر و غصه برای اطفال خود بدیم، اونا را آگاهی بیشتر داشته باشن و برایشان اسرارش بیان کنیم، از اونمو حالت است که طفل آهسته آهسته عادت میکنه و در سن بزرگسالی باز میتونه قهر خود مدیریت کنه. خب یک چیز است که قسمی که در اول هم گفتم که امکان نداره ما بگویم قهر نشیم. همیشه این زندگی است، انسان طبعا قهر میشه بعض اوقات، اما با قهر خود باید کنار بیایم و او قهر خود مدیریت کنیم. واقعا چگونه میتونیم که قهر خود مدیریت بکنیم؟ کدام راه ها و روش هایی هستند که آسان تر ما بتونیم که قهر خود مدیریت بکنیم؟ نظری صاحب دو راه وجود داره. یکی راه کوتاه مدت است که همون لحظه که انسان قهر میشه برای همون لحظه خود کنترل بتونه. او راه هست، مثلا میگن که اگر شما در او حالتی که قهر میشین اولین کاری که میکنین اگر نشسته هستین استاد شوین، اگر استاد هستین بشینین، اگر در راه روان است اگر استاد هستین حرکت کنین، اگر در حرکت هستین سرعت حرکت خود تغییر بدین، اگر آب در دسترس شما باشه آب یک گلاس بنوشین یا دسترویتان بشوین، چون انسان به هر اندازه که نزدیک آب باشه به مو اندازه قهر و غصه و خشم انسان پایین میاد. این راههایی است که راههای یعنی دفعتاً وقتی که ما میخوایم اون لحظه کنترل مدیریت کنیم قهر خود در اون صورت میتونیم. در بخش یعنی دوستایی که در پهلوی ما هستن و هم میتونن که ما را کمک بکنن. دقیقاً. خب ما باید شما یک چیز خصوصا وقتی ما می آمدم امروز در شیشه موترها بسیار زیاد دیدم میگه که گذشت خصلت انسان‌های بسیار خوب است، انسان‌های موفق است. پس دیگرایی که میبینن که خب انسان است،
ذهن انسان هم ساخته شده، این مشکل برمیخوره، 1-2 دقیقه است خلاص میشه. ما باید گذشت کنم، ما باید در مقابل از این به شکل رویه کنم تا او قهر از او پایین بیه. یعنی مهم رول لري دغه کسان چې په شاوخوا کې د چې گذشت ولري، دا گذشت هم د قهر په مدیریت کې یا هم په کینولو کې ډېر ستر رول لري. بالکل نظري صاحب، یو مثال به درته ووایم. زموږ یو دوست یو ورځ په ما باندې ډېر په قهر شو، نو ما ته یاته ویل چې وهم دی، لاس یې هغه کړی و، وهم دی. نو ما ورته لومې وهه، مخ مې ورته وړاندې کړم، لومې وهه. نو داسې چې مې ورته وکتل، هغه ته خپله خندا ورغله او نور راحت شو. یعنی یو 180 درجې انسان تغییر کوي. او که چېرې تا هم ورسره او که چېرې تا هم ورسره شروع وکړه، نو بیا خو دواړه خواته متضرر کېږي. نو کولی شي دا نور افراد ډېره مرسته وکړي، خو په هغه حالت کې چې وکړي دا خلک مرسته، خو متاسفانه موږ او تاسو ګورو که هر څوک وایي چې زه یم، دې ته متوجه نه یو چې خیر ده، انسان دی په قهر کېږي، 2 دقیقې بعد بېرته پښیمانه به وي په دې کار باندې. نور خلک ډېر مرسته کولی شي، او د ما هیله همدا ده ټولو وطنوالو نه، ټولو دوستانو نه، چې دغه رقم حالاتو کې کوشش وکړئ چې تاسو لږ گذشت وکړئ. استاد دې ته هم مخکې د یاد هم وکړل چې مرض ورته ویلی شي. ځینې کسان دي چې ډېر په اندک شي باندې خارېږي، په غوسه کېږي. ان دا هم یو مرض کېدلی شي. نظري صاحب، افراط پکې مرض دی، افراط پکې مرض دی، څوک چې له حد نه زیاتېږي. بیا تفرید هم موږ ویلی شو چې مرض دی. اعتدال حالت کې باید واوسي. او څوک چې قهر کېږي هم نه، هغه هم فکر کوم هغه دې پر ځان باندې وډار شي. دقیقا نظري صاحب، دومره هم نه چې انسان هر څه نه تېر شي او هېڅ قهر نه شي. ګورئ، موږ تاسو پیغمبران درلودل، کله چې د اسلام دین هغه خبره راتله، هغوی حتی ګوره هغه ته تللي، جنګو ته تللو، غزوو ته تللو، جنګ و پکې، دا ټول د قهر نه منځته راځي که نه. نو قهر داسې نه چې بیخي ونه لرو، بس مثلا زموږ ډېرې خبرې دي چې هغو په مقابل کې باید موږ ډېر حساس اوسو، باید چې قهر شو. که چېرې ونه سو نو بیا ژوند نه کېږي. نو باید اعتدال حالت کې اوسي. قهر راځي په موږ باندې، هغه باید کنټرول کړو. کله کله هم قهر کنټرول کړو نو ژوند به ښه روان وي، او که چېرته کنټرول نه شي نو باید تداوی وشي. استاد، در افغانستان بیشتر ما با این کارها مواجه میشیم، با این عصبانیت خیلی زیاد. دلیل از این چی است و چرا مردم ما اینقدر عصبانی هستند؟ ببینن، دلایل عصبانیت در کل به 2 شکل است. یکی دلایل بیرونی است، یکی دلایل درونی است. که دلایل درونی باز به 2 بخش تقسیم شده. در دلایل درونی یکی کمبود بعضی ویتامین ها در بدن انسان و در مغز انسان است. مثلا سروتونین یک نوع ویتامین است که در مغز انسان است. اگر او کم شود، انسان طبعا یعنی تو پرخاشگر می باشه معمولا. و یکی بعضی از ویتامین های دیگه است که در ذهن انسان، در مغز انسان است. این دلایل است که از لحاظ جسمی انسان می داشته باشه. از لحاظ ذهنی باز مشکلات است که مثلا یعنی مشکلات زیادی را متحمل شده باشه، قسمی که در جامعه ما میبینیم. هر روز در هیچ جای انسان خود آرام احساس نمیکنه، در هر جای از جامعه انسان خود راحت احساس کنه نمیکنه. این حالت چی تاثیراتی این حالت سبب میشه که ذهن انسان به مو حالت عیار شود. وقتی میبینیم یک کسی که ما شما همراهشان بسیار رویه خوب میکنیم، اونا برعکس رویه میکنه همراه ما، خب 1 روز 2 روز 10 روز 1 ماه بعد از او انسان طبعا ذهن انسان چنج میشه و اینمی سبب میشه که سر انسان تاثیر بگذاره. این مشکلات ذهنی را داره. مشکلات ذهنی بسیار به گذشته برمیخوره از عصبانیت، چون در گذشته همراه انسان یعنی چی صورت گرفته، چطور همراهش رویه شده. مثلا میبینین متاسفانه ما بارهای موضوع را یاد کردیم و بازم یک دفعه میخوایم یاد کنم. از والدین گرامی، خصوصا بعضی والدین از تمامشان نمیگم، بسیار والدین محترم و نیک داریم. بعضی والدین حتی طفل مثلا میگه که ما چای میخوایم، مستقیم پدر مادر ورش روبرو میگه که چوب بشیم، گپ نزن. یعنی وقتی او تو احساس میکنه که مادر ما یا پدر ما دقیق گپ همراه سر ما چی میشه، یعنی یک چیز خوب است. ما هم باید هم یک چیز کار کنم. هر کاری را که اطفال میکنه اینا ما باید درک کنیم و بفهمیم که اونا از فامیل خود تقلید میکنن. اگر کار خوب را انجام میده، پس این نمایندگی از تربیت فامیل خوب میکنه.
اما اگر تو خشمگین می باشه پس واضح است که امرای از او طفولیت هم تو یک ذهنیت برش داده شده که این کار بسیار خوب است و تو هم تو یک کار واقعا یکی از موضوعات چیز اشاره می‌بینید که وقتی یگان وقت تکر میشه یگان کسی با کسی برخورد میکنه، اگر در کشورهای دیگه ببینیم هر چه عصبانیت میشن چیغ میزنن حتی چیز میگه اما دست اندازی نمیکنن. وقتی که در افغانستان ببینیم دیگه گپی اولشون دست اندازی است و زدن هستن. مشکل بزرگ قسمی که قبلا هم گفتم دو دلیل است، یک دلیل درونی یک بیرونی. بیرونی نمی ترافیک و نمی مشکلات جامعه ما که ما داریم امروزی است، اما علت از اینکه چرا افراد جامعه ما امروز تمامشان به مت یک مشکل روبرو هستند و جنگ میکنن مستقیم دشتام میتن و غیره و غیره، اینا عدم آگاهی از خود خشم و عصبانیت است. با اینا باید یک آگاهی کامل داده شود. چون ببینید میگه کسی که خشم خود مدیریت کرده نمیتواند به این معناست که حتی عقل خود مدیریت کرده نمیتواند. کسی که میگه بسیار به این شکل خشن میشه که بر دیگرها ضرر میرسانه، حتی خداوند اینا را دوست نمیداشته باشه. از لحاظ از که ما شما اگر گذشت کنیم، خب اگر همین موتر که شما اشاره کردین اگر یک تصادم میکنن اینا رو ببینید هر کسی ملامت بود تاوانش نمیپردازه، تاوانش بالاخره میپردازه. چون ما حکومت داریم، قانون داریم ماشاءالله و اونا برشان بالاخره فیصله میکنن. اگر اینا یکی دیگر لطکوب هم کرده باشن بالاخره فیصله دولت میکنه. پس این لطکوب یعنی چی؟ اسرار از این باید ما شما فکر کنیم. باید برای اینا از طریق ترینینگ های متفاوت و حتی در دوران مکتب و در دوران پوهنتون برای اینا تو یک ذهنیت داده شد و این از ازرار عصبانیت و خشم برشان ترینینگ داده شد و بعد از او برشان یاد داده شد که چطور مدیریت کنن اینا خشم خود. چون امروز با شما داریم فارغین پانزه روانشناسی که یگانه مشکلاتی که بیشتر است در جامعه ما مشکلات ذهنی و روانشناسانه است که مشکلات زیاد است به سطح بالا، اما کسایی که در این بخش باید متخصص هستند باید کار کنند، باید اینا را کمک کنند، اونا بیکار در خانه شدن. پس من توصیه میکنم اونایی که درک میکنن که ما عصبانیت بسیار زیاد دارم، بیش از حد دارم، پس اونا مراجعه کنن به روانشناسای عزیز، به مشاورین عزیز. اونا میتونن بیشتر اینا را کمک کنن تا خشم به خود مدیریت کنن و یک زندگی صلح‌آمیز و خوش داشته باشن. ان سپاس از شما استاد که آمدین. واقعا موضوع خیلی خوب را استاد اشاره کردن. دوستای عزیز، همگی ما باید همه کارها را در زندگی عام خود پیاده بکنیم. سپاس از شما. تشکر از شما از نظر ډیر مننه استاد چې راغلی زموږ بلنه ومنله او ښې موضوعاتو ته مو اشاره وکړله. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړل تر دې دمه پورې. تر سبا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو پاک الله سپارو، ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه. همه ما می‌دانیم عصبانیت چیست و همه ما آن را احساس کرده ایم، یا به صورت یک ناراحتی ناگهانی یا به صورت یک خشم و غضب تمام و کمال. عصبانیت یک احساس کاملا طبیعی و حاکی از سلامتی است، اما وقتی کنترل آن از دست برود و مخرب شود میتواند مشکلاتی را ایجاد کند. مشکلاتی را در محل کار، در روابط شخصی و در کل زندگی میتواند این احساس را در شما به وجود آورد که گویا شما تحت تاثیر یک احساس غیر قابل پیش بینی و بسیار قدرتمند قرار دارید. عصبانیت چیست؟ طبق نظر دکتر چارلیس، روانشناسی که مطالعه عصبانیت را به صورت تخصصی انجام می‌دهد، عصبانیت یک حالت احساسی است، حساسی است که شدت آن از ناراحتی جزئی تا خشم بسیار شدید و جنون متغیر است. مثلا سایر احساسات با تغییرات روانی و بیولوژیکی همراه است. وقتی عصبانی می شوید، ضربان قلب و فشار خون و همینطور سطح هورمون‌های انرژی و نور آدرنالین بالا می رود. عصبانیت می تواند سبب بروز مشکلات خارجی و داخلی در بدن شود. ممکن است شما از فرد خاصه، مثلا یک همکار یا سرپرست
یا یک اتفاق ترافیکی سنگین عصبانی شوید. ممکن است عصبانیت شما به علت نگرانی یا فکر و خیال درباره مشکلات شخصیتان ایجاد گردد و خاطره حوادث و اتفاقات تکان دهنده یا ناراحت کننده می تواند احساس عصبانیت را در شما به وجود آورد. دلیل عصبانیت زیاد شما در چیست؟ آیا مشکل درون شما را اینگونه زود عصبی می کند یا اینکه به دلیل مشکل روحی و روانی عصبانیت شما ظاهر می شود؟ به طور کلی عصبانیت می تواند عوامل گوناگونی داشته باشد، از جمله حسادت، کم حوصلگی، کم ظرفیتی، ضعف و ناتوانی مزاج، عدم اعتماد به نفس و خودکمبینی، حساسیت‌های افراطی، منفی بافی و سوء ظن به دیگران، همانندسازی و تقلید از والدین، همسالان و همکلانسالان و غیره. مهارت‌های کنترل عصبانیت را بیاموزید تا استرس را در خود کاهش دهید. یکی از بزرگترین موانع در راه تحقق موفقیت شخص و شغلی عصبانیت می باشد. چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟ فکر کردن. یک نفس عمیق بکشید و تا شماره 10 بشمارید. اندیشیدن و تفکر به شما اجازه می دهد. نفس بکشید، آرام بگیرید و سپس به موقعیت برگردید و به جای تصمیم حساب نشده منطقی رفتار کنید. ولی این کار را با اطمینان انجام خواهید داد. گذشت و بخشش. عصبانیت معمولا باعث تنفر می شود. تنفری که می توان با بخش کاملا از بین برود. شما مجبور نیستین در لحظه فردی را که به صورت رو در رو با او در بس و مشاجره هستید بخشیده و سکوت کنید. درمان. گاهی وقتها عصبانیت و خشم ما آنقدر زیاد و ریشه‌ای است که حتی خودمان باور نمی کنیم که به این رفتار ما غلط و غیر عادی می باشد. در این زمان مشاورت تنها راه تشخیص علت خشم و ارائه راههایی برای کنترل آن است.